سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 دکبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. قانون جنگل، لطکوب بهرمانه و عذرپرسی جوان تاجیک برای مناسبت با دختر داغستانی. نرخ نیروی برق را در تاجیکستان از 1 ینور باز بالا میبرند. مهلت تفتیش پرونده پرسر و صدای کتاب خالقزاده باز یک ماه تمدید شد. زدخورد مسلحانه در درون یک پختزار در ناحیه جیهون. بازداشت مسافر پرواز سرگوت خوجند با 1 میلیون روبل پول نقد. و اکنون تفصیلات خبرها. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، زمان تفتیش پرونده های معرف کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده، محرر این کتاب عبدالقادر رستم و ناشر آن مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده را باز یک ماه دیگر تمدید کردند. به این ترتیب مهلت حبس پیشکی عرصه را که 4 ماه باز در سزا قرار دارند با درخواست مفتش نیز 1 ماه دیگر تمدید کردند. معمولا مقامات تفتیشاتی زمان تفتیش پرونده ها و مهلت حبس متهمان را کمش 2 ماه تمدید می کنند، ولی به گفته یک منبع بامداد تفتیش این پرونده پرسر و صدا علاکه در مرحله انجام یابی است و تفتیشات به خلاصه رسیده است که برای تکمیل برخی مواد خرد و ریزه باقی مانده و با تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپردن این پرونده 1 ماه دیگر را در بر میگیرد. داستان کل تاجیکستان که تفتیش پرونده کتاب خالقزاده را در دست دارد تا کنون خبر تا 1 ماه دیگر تمدید شدن زمان تفتیش پرونده را یگان شرح نداده است، ولی منبع بامداد گفت به احتمال غالب تفتیش این پرونده علاکه در اولهای سال نو 2024 به آخر رسانیده شده اون به دادگاه فرستاده می شود. به عبدالله خالقزاده، سهراب رجبزاده و قادر رستم بر اساس ماده 189 قسم 2 بند گ کودکس جنایتی تاجیکستان برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی و دینی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. بنا به اطلاع دریافتی با درخواست تفتیشات تا کنون چند تشخیص لینگویستی یا زبانی کتاب خالقزاده انجام داده شده است و گویا تشخیصگران خلاصه دادند که در کتاب علامت‌های برانگیختن کینه و عداوت دیده می شوند. مقامات تا کنون نتیجه های تشخیص ها و دیگر حرکت های تفتیشاتی انجام شده را شرح ندادند، ولی چند پیش خبر نشر شد که گویا سهراب رجبزاده در جریان بازپرسی گفته است که با خواهش قادر رستم کتاب خالقزاده را نشر کرد. رجبزاده گفته است که متن کتاب را در نشریات ارگراف پیش از چاپ تشخیص نکرد، از بس که بعدی به شناخته اعتماد داشت کتاب را نخوانده به نشر آن اجازه داده است و گویا قادر رستم بر علاوه گفته باشد که جوابگریش به گردن من. عبدالخلیل خالقزاده روز 7 آگوست سال 2023، سهراب رجبزاده 14 آگوست و عبدالقادر رستم 31 آگوست دستگیر شدند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 15 آگوست در نشست خبریش گفت که فرمان بازداشت عبدالخلیل خالقزاده را شخصا خودی او داده است. اما منتقدان و مخالفان حکومت پرونده کتاب حوادث روزگار من را حمله بی‌پرده به آزادی بیان که به اینم در تاجیکستان خیلی محدود شده نامیده محکوم میکنند. به عقیده منتقدان سبب اصلی تعقیب مؤلف کتاب انتقادایش از فضای امروزه کشور به خصوص از فشار به سرمایه‌گذاران و صاحبکاران و به یک مرز فراگیر تبدیل یافتن فساد و کروپسیا در تاجیکستان است و قصه آن جوانزن تنها یک بهانه شد. مقامات سر و صداهای پیدا شده درباره از 1 ینور سال 2024 باز بالا رفتن نرخ نیروی برق را در تاجیکستان تصدیق کردند. جامی عمروف، مشاور مدیر شبکه‌های تقسیمات برق، روز 12 دکبر سال 2023 بعض پلیوز گفت از 1 ینور اهالی برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق 13.75 درم خواهند پرداخت. تا کنون نرخ برق برای اهالی تاجیکستان 26.51 درم را تشکیل میداد. در عموم در 10 سال اخیر نرخ برق در تاجیکستان قریب 3 مرتبه بالا برده شده است. باور نکردنی است ولی سال 2013 نرخ 1 کیلووات برق در جمهوری برای اهالی همگی 11 درم بود. جامی عمروف گفت
که تعریف‌های استفاده برق برای دیگر کاتگوری‌های استفاده برندگان برق نیز 16% بالا برده می شود. در تاجیکستان ده کاتگوری استفاده برندگان برق وجود دارد، از جمله کارخانه‌های صنعتی، دستگاه‌های آبکشی، مؤسسه‌های معارف و طبی، اداره‌های بودجوی، چند کارخانه صنعتی به مثل تالکو و کارخانه فلزات مربوط به داماد پرزیدنت شمس‌الله صایبوف نیز هستند که نیروی برق به آنها با نرخ‌های پر امتیاز داده می شود. جامی عمرو گفته است که قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 546 روز 29 نوامبر سال 2023 قبول شده است و در اساس آن نرخ استفاده نیروی برق برای تمام استفاده برندگان از جمله ساکنان 16% زیاد می شود. روز 29 نوامبر جلسه حکومت تاجیکستان تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان دایر شده بود، ولی خدمات مطبوعات پرزیدنت در گزارش رسمیش از آن جلسه درباره قبول شدن قرار بالا بردن نرخ برق چیزی نگفته بود. متن قرار رقم 546 تا حال در یگان جا نشر نشده است، ولی روز 11 دکامبر در فیسبوک عکس اعلان شبکه‌های برق استرافشن نشر شد که در آن از ساکنان خواهش کرده می شود که تا 1 ژانویه سال 2024 پول برق استفاده شده را بسپارند، وگرنه بعد سال نو پول برقشان را با تعریف نو 375 درم برای هر کیلووات حساب کرده خواهد شد. مقامات تاجیکستان هر دفعه بهبود وضع مالیوی شرکت برق تاجیک و در آینده بهتر کردن وضع تامین نیروی برق برای اهالی و کارخانه ها را دلیل بالا بردن نرخ نیروی برق نام میبرند، ولی متاسفانه وضع مالیوی برق تاجیک هیچ نه که بهبود بیابد. برعکس قرضش از 32 میلیارد سومانی یا 3 میلیارد دلار گذشته است. وضع تامین برق نیز در تاجیکستان تا بعد به کار درآورده شدن چرخ نیروگوی روغون چندان تغییر نیافت و قرار رقم 546 در روزهای قبول شد که تاجیکستان امسال به شدیدترین لیمیت برق روبرو شده است و اکثر اهالی این کشور در شبانه روز همگی چند ساعت برق میگیرند. ساکنان ناراضی مقامات را به آن ابدار میکنند که در حالی که خود کشور از کمبود برق تنقیصی میکشد، آن را به خارج و خصوصا به افغانستان فروخته ایستادند. مویه دیگری ناراضگی ساکنان این است که در حالی که اهالی در سال 2023 برای 1 کیلووات برق 26.51 درم می سپارد، نرخ 1 کیلووات برق برای شرکت تالکو که کارخانه صنعتی است همگی 15.50 درم، یعنی قریب 11 درم یا 40% کمتر از اهالی مقرر شده است. تا سال 2023 تالکو برای هر کیلووات همگی از 7 تا 11 درم پرداخت میکرد. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که در یک زدخورد مسلحانه با قاچاقبران افغانی در حدود ناحیه جیهون ولایت ختلان در مرز با افغانستان یک قاچاقبر کشته شد و 2 شریک او به طرف افغانستان فرار کردند. در نوارهای فوری از محل حادثه دیده می شود که این درگیری مسلحانه در ناحیه جیهون در درون یک زمین پختزار صورت گرفته است. این زدخورد روز 3 نوامبر سال 2023 صورت گرفته است، ولی خبرش 2 دکامبر نشر شد. بنا به اطلاع رسمی کارمندان کمیته امنیت و نیروهای سرحدی تاجیکستان روز 3 نوامبر در منطقه دیدبانگاه رقم 5 قسم نظامی 0306 اختیارات سرحدی 5 در حدود ناحیه جیهون یک حالت عبور غیر قانونی مرز افغانستان با تاجیکستان را با مقصد قاچاق مواد مخدر از جانب 3 نشه جلاب مسلح افغان را آشکار کردند. هنگام کوشش بازداشت مرز شکنان درگیری مسلحانه رخ داده است. در گزارش گفته می شود که در جریان زدخورد یکی از قاچاقبران با نام بشیر ولد احمد که ظاهراً 40 سال دارد به ضرر گردانیده شده، 2 شریک دیگر او به سمت افغانستان فرار کردند. از جای حادثه 3 برخالته پلی‌اتیلنی با 25 بسته یافت شده است. تشخیص انجام داده ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت ختلان تصدیق کرد که این بسته و یافت شده مواد مخدر نوع حشیش بوده، وزن عمومیشان 20 کیلو را تشکیل می‌دهد. نسبت به این حادثه بر اساس ماده 200 قسم 4 معاملات مقدار مخصوص انزیات مواد مخدر 289 قسم 3 قاچاق، 335 قسم 2 عبور غیر قانونی مرز و 195 قسم 2 غیر قانونی نگاه داشتن و گرداندن سلاح پرونده جنایتی گشوده شده است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین و افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر
به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. هر سال در تاجیکستان بیش از 2 تن مواد مخدر یافت و مصادره گردیده 100 نفر را با جرم قاچاق واسطه‌های نشه‌دار دستگیر و زندان می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. 11 دکامبر سال 2023 در اینترنت ثبت ویدیویی از طرف ازدحام زادگان جمهوری داغستان منطقه قفقاز شمال روسیه لطکوب شدن یک جوان زاده تاجیکستان نشر شد. این جوان را به مناسبت داشتن با یک دختر داغستانی عیبدار کرده همکسب مشت و لغت بارونش میکنند. در ویدیو دیده می شود که سر و روی جوان غرق خون شده است و او میگوید که یگان قصد بد و فکر رسیدن به دختر داغستانی را نداشت. او از ازدحام التجا میکند که پیش از زدن اول او را گوش کنند. التجا میکنم آخر همه ما مسلمانیم، اجازت بدهید که من گپم را زنم. ولی ازدحام التجای او را صرف نظر کرده این جوان را همچنان بیرحمانه زیر مشت و لغت میگیرند. از این ثبت معلوم نمی شود که این جوان زاده تاجیکستان با دختر داغستانی چه کار کرده است که چنین خشم ازدحام را به بار آورده است. ولی به دنبال ویدیوی اول ویدیوی دوم نشر شد که در آن جوان از تمام مردم داغستان برای با دختر زاده این جمهوری مناسبت داشتنش عذر میپرسد. من دیگر هیچگاه چنین اشتباه را تکرار نمی کنم. من از تمام خلقهای داغستان عذر میپرسم. من به همه نمایندگان ملت‌های دیگر نیز مشورت میدهم که هیچگاه با دختران داغستانی نزدیک نشوند و با آنها مناسبت نکنند. میگوید در پیش ویدیو کامera این جوان زاده تاجیکستان. مقامات حفظ حقوق داغستان و روسیه این حالت سمسود یعنی خودسرانه جزا دادن مهاجر تاجیک از سوی ازدحام را شرح ندادند. سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که خردترین قانون شکنی از سوی مهاجران را به طور فوری زیر نظارت خود میگیرد نیز در مورد این حادثه مجازات خودسرانه مهاجر از سوی ازدحام تا حال به دهان آب گرفته است. کی و در کجا صورت گرفتن این سمسود با قانون‌های جنگل معلوم نیست. شخصیت دختر داغستانی که سبب چنین ماجرا شد نامعلوم باقی میماند. درباره جوان زاده تاجیکستان همین قدر معلوم است که سوراب نام داشته است. با وجود حادثه ننگین اخیر بسیاری‌ها ساکنان داغستان را از لحاظ منتالیتت یکی از خلق‌های به تاجیک‌ها از همه نزدیک می‌شمارند. باجخانه منطقه تیومن روسیه روز 12 دکامبر سال 2023 خبر داد که کارمندان باجخانه فرودگاه سورگوت از بغاج یک مسافر پرواز سورگوت خوجند 1,10,000 روبل پول نقد پیدا کردند. این مسافر با چنین مبلغ بزرگ از راهرو سبز میگذشت ولی به دست افتاد. کارمندان باجخانه بعد تهیه پروتکل 973,000 روبل معادل $10,000 امریکایی را به صاحب پول برگردانیدند و 36,000 که از میور زیور بود گرفتند. ایگر گالوزن سردار باجخانه سورگوت در شرح این پرونده گفت هنگام حساب پولهای نقد معلوم شد که این شهروند از روسیه مبلغ بیش از $10,000 امریکایی را به خارج بردنی بوده است. طبق قرب رسمی بانک مرکزی روسیه او از حجم اجازت داده شده 36,000 روبل پول بیشتر را با خود داشته است. او می توانست به این کردار رو ندهد. این مسافر باید با راهرو سرخ میگذشت و در اعلامیه گمرکی نشان میداد که با خود چقدر پول دارد. باید تاکید کرد که پر کردن اعلامیه گمرکی به پول است و شهروندان برای پولی که با خود میبرند یگان خیل باج و خراج نمی سپارند. در رابطه با این حالت در باجخانه اعلام نکردن پول نقد بر اساس ماده 16 کد حقوق ویرانکنی ماموری روسیه پرونده ماموری گشوده این پرونده را الکی به دادگاه سپردند. ماده 16 برای بدون اعلامیه از مرز اتحاد اقتصادی اوراسیا بیرون بردن مبلغ از معیار بیشتر همچون جزا جریمه به اندازه از 50% تا 2 برابر مبلغ یافت شده یا مصادره این مبلغ پیش بینی می شود. حادثه اخیر در حال رخ داد که حکومت روسیه در پی اعلام تحریم‌های سنگین بین المللی بعد حمله نیروهایش به اوکراین انتقال پول به خارج این کشور را تحت نظارت شدید گرفت و خیلی محدود کرده است. حالا به بیرون از روسیه برآوردن مبلغ بیش از $10,000 کاملا منع کردند.
بیرون برآوردن پول نقد برای روبل روسی محدود نشده است، ولی در صورت برآوردن مبلغی طبق قرب رسمی از $10,000 امریکایی بیشتر باید صاحب پول اعلامیه پر کند. در صورت با خود بردن مبلغ طبق قرب رسمی بیش از $10,000 شهروند باید در برابر اعلامیه به کارمندان باجخانه همچنین سندها درباره منبع رسمی این پولهای با خود داشته را نشان بدهد. حادثه اخیر در حال رخ داد که این شب و روز اوج موسمی از روسیه برگشتن مهاجران کاری است. بسیاری از آنها پولهای با عذاب در مهاجرت کار کردهشان را میخواهند به صورت نقد به وطن بیارند. به این دلیل از مهاجران تاجیک دعوت میکنیم که هنگامی از روسیه برآوردن پول نقد خیلی احتیاط کنند تا که پولهای با این قدر عذاب و مشقت در ملک غریبی به دست آوردهشان مصادره نشوند. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده با روی فریب به باوری مرد 32 ساله ساکن نوع کوشانیان در آمده 16 اکتبر سال 2020 هنگامی در محله 33 نویه سینو قرار داشتنش ماشین تمغه کیا را 198,000 سومانی نرخگذاری نموده همچون پیش پرداخت مبلغ 88 سومانیش را داده وعده می‌دهد که باقی مانده پول ماشین را در مهلت 40 شبانه روز پرداخت می‌نماید. باز مرتبه دوم 18 اکتبر سال 2020 ماشین تمغه اودی سال برآوردش 2012 را به مبلغ 176,000 سومانی نرخگذاری نموده از این مبلغ 88,000 سومانی را همچون پیش پرداخت به جبر دیده می‌دهد و وعده می‌دهد که در کوتاه‌ترین مهلت مبلغ باقی مانده را برمیگرداند. اما گمان برشونده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده به جبر دیده ضرر مخصوصاً کلان مادی رسانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فرخار با عریضه زن 41 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شخصان نامعلوم شب 7 به 8 دکتر سال 2023 با روی پنهانی وارد منزل استقامتی شده از داخل انبارخانه مواد خوراکواری را به مبلغ 6300 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور صادر نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.